صدها نفر از ساکنان دهه واتای ناحیه عینی از نسبزیدنی حاصل کشت با سبب نورسایی آبی فلزی و کشاورزی اذیت میکشند. مشکلی آب در این دهه ریشه بعد 10 سالها داشته تا سطحی ولایت نتوانستند این مسائل را حل نمایند. دهه واتا زیاده از 1000 نفر اهالی دارد. دهه کهن بنیاد است. از جهت آبادانی در دهه پیشروی دیده نمیشود. تنها با زحمت‌های رحمتزاده که چند سال از این پیش در دهه واتا یک مکتب ساخته شده است و خلاص. در دام 70 سال اتحاد شوروی حتی در این دهه آب نوشاکی نبود. با تلاش‌های پرزیدنت امروز محترم امید رحمان در درازی 7 کیلومتر با قوی مردم اهالی دهه آب نوشاکی آورده شده که امروز اون تروب‌ها فرسوده شده ایستاده است و یک روز آب می‌بیاد، دو روز آب نمی‌بیاد. آب فلزی زیاده از 70-80 سال باز آب نیست. اهالی که امروز در دهه یاوان، واتا، شخصیا زندگانی میکنند از آب کنار ریوت استفاده میبرند که درازه 14 کیلومتر است و ساخته شدن آن کنار را هیچ کس تا به امروز در یاد ندارد. سال 2013 تشکیلات‌های دخدار با سپارش جناب والی 1,800,000 سومانی پول جدا کردند ولی این پول آمده نرسید. لابتشته ماندن دشت واتا در ساحل دریای زرافشان شاید منطقی نباشد، اما ریلیف محل تقاضا میکند که برای وارد ساختن آب فلزی و حتی نوشاکی باید مشکلی های زیاد حل خود را پیدا نمایند. من این باغ کار رفته اکنیل ریوت 13 کس لاولی بکنه یک جوی فلز آب بستن بیم پیشش آب میدن عقبش آب نوداد با آب خوش میشد. این مدونه 7 کیلومتر رفتن در کل لاولی جو پیاده. همین یک بارونگیری شود اگر یک نم شود مردم حاصل میگیرید. نم نباشد مردم حاصل نمیبینه. آب نیست که یکون حاصل گیریم. پیاز خریده، سبزی خریده، کرچک خریده. زمین هست. آب نیست. در دهه واتا زیاده از 400 هکتار زمین هموار وجود دارد و اگر به این دامن کوه نگاه کنید جمع 800-900 هکتار زمین است. لیکن همش بی آب. هنگامی که مردم برای آب ولی به جویبارهای کانال میبرند از بس که مسافه کانال دور است ما با قوی اهل دهه رفته هر سال کانال و جویها رو تازه میکنیم. وقتی که سیل آمد باز ویران شد با میرویم تا به امروز یگان درآمد صحت گرفتن نمیتواند. ساکنان با اظهار تأسف از رهبریت ناحیه و نمایندگان مردمی در مجلس‌های ناحیوی ولایتی میگویند نتوانستند به مسائل آنها رسیدگی کنند. زیرا ساکنان سال تا سال نمیتوانند زمین سرحاصل منطقه را کاملا به گردش کشاورزی وارد سازند، حالانکه امکانیت گرفتن 3 حاصل از این زمین‌ها موجود است. اگر راهبران ولایت، راهبران ناحیه به خلاصه بیایند، اگر آب برارند، منبع‌های آب را ما نشان بدهیم، میتوانیم از زمین دهه واتا تا 3 حاصل خوب به دست بیاریم. ساکنان دهه واتا ناحیه عینی امید بر آن دارند که صدای آنها از سوی مقامات مربوطه شنیده شده هرچه زودتر زمین‌های خشکیده این قطعه شاداب و دسترسی به آب آشامیدنی تامین خواهد شد.